دوستان، اومدم خیابون مطهری، بازارچش، تره بارش و سبزه های عیدش. اینم که از اینم شمعاش. گفتم که براتون بگیرم حال هوای عید و اینجاها رو ببینید. مرسی. اینم از اینجا غذاهای حال هوای عید و دیگه حال خوب. البته با این گرونی حال که زیاد خوب نیست، ولی انشالله که خوب بشه. نماز اینجا هر عکسی چی 20 تومن؟ چقدر خوشگله. اینم از اینجا حال هوای اینجا، همه چی آماده و مهیا برای عید. از اینجا و اینم از این انواع ترشیجات، آبغوره، آبلیمو، سرکه، رب و سبزیجات بسته‌بندی. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.